با سلام حضور تمام دوستان، تمام کسانی که علاقمند به کار هنری هستند و دنبال میکنن هر کاری که به گونه‌ای با هنر، با فکر، با احساس رابطه داره. من میخواستم درباره مجموعه کارهایی که دارم میکنم و انجام میدم میتونم صحبت کنم، چون بالاخره شما کارها رو که میبینید سوال پیش میاد که اینا چی هستن، از کجا میان، چرا اینجوری هستن و چه چیزی پشت اینا وجود داره. اینا رو خواستم بگم، مطرح کنم. مسئله که وجود داره اینه که من وقتی یک اثر رو میبینم از این نقاشی دیگه، فکر میکنم چجوری میتونم تو اون کار زندگی کنم، چجوری میتونم تو اون کار برم و یک زندگی رو تو اون کار از خودم بنا کنم و وجود بیارم. طوری باشه که وقتی من این کار از پیکاسو رو دارم میبینم و کار میکنم روش، این خودم باشم که تو اون کار یک حدیث دیگه رو بگم، یک دنیای دیگه رو باز کنم، یک معماری دیگه تو اون کار ساخته بشه، بنا بشه. و به همین دلیل این نگاهایی رو که من دارم به کار نقاشان دیگه، نگاهیه که از فیلتر خودم عبور میکنه. چیزی نیست که من خودم رو در قید و بند اون کار قرار بدم. اگر هم خودم رو وارد اون کار میکنم، میخوام اون کار رو به نفع و سود فکر و حس خودم تمومش کنم. این خیلی مهمه که ما این سنت تصویری که تو کار همه هنرمندا وجود داشته، همه نقاشا این کارو کردن، یکی کمتر یکی بیشتر، ولی ما اگه دقت کنیم می‌بینیم که در طول تاریخ هنر کارهایی که کمپوزیسیون‌های خیلی غنی دارن، خیلی مهم دارن از لحاظ ترکیب بندی، کم هستن و نقاشای دیگه از اون کارها استفاده کردن و کارهای دیگه رو آفریدن. به عنوان نمونه اثر ندیمه ها کار ولاسکس، یا باغ عشق کار پوسن، یا محراب ایزنهای مثلا گرونوالد، کارهایی هستن که هنرمندان از اونها استفاده کردن و کارهای دیگه رو وجود آوردن. یعنی کمپوزیسیون‌های مادر، کارهایی که من میتونم به عنوان نقاش تو اون کار برم زندگی کنم. این خیلی مهمه. این کار پیکاسو هم یا کارهایی که از این دسته من استفاده میکنم همین هستن و این سنت رو ما باید بتونیم ادامه بدیم، باید حفظ کنیم که به مهمانی نقاشی بریم ولی میزبان رو بدونیم که کی هست و از استفاده کنیم از اون امکاناتی که میزبان داره. ما خودمون رو میتونیم به نقاش نزدیک کنیم و از اون بهره بگیریم، و نه در جهت تقلید دوباره، بلکه در جهت یک رنگ و بوی دیگه، یک فرمی دیگه که من در اون پیدا میکنم. خیلی از نقاشی ها هستن که این امکان رو میدن، چون فضای روابط تصویریشون گسترده است. با ما نمونه کار پیکاسو، این کار درام یا خواب اثر پیکاسو، آدم فکر کنه میتونه تو این بدن این زن بره و راه بره، تو گوشه به گوشه این سطح و فرم حرکت کنه و زندگی کنه. به همین خاطره که شما می‌بینید نقاش تحت تاثیر اثر قرار میگیره و سالهای سال، مدت‌های طولانی تو اون کار استراحت میکنه، زندگی میکنه، بزرگ میشه حتی. و بعد می‌بینیم که کاری که وجود میاره چیزی دیگه است، عطر و رنگ و بوی دیگه‌ای داره. غیر از این باشه خطاست. کمپوزیسیون هم چیزی نیست که ما فکر کنیم فقط در حد یک ترکیب بندی متعادل یا غیر متعادل تموم میشه. نه، کمپوزیسیون یا ترکیب بندی با روان، با روح، با وضعیت فیزیکی جسمانی هنرمند آغشته میشه و اون رو به خودش میگیره و ما باید بتونیم ترکیب بندی هامون رو تا اونجایی که میتونیم فردی کنیم، شخصی کنیم و به اون زنگ و رنگ و بوی خودمون رو بدیم. درست مثل نقاشایی مثل جاکومیتی، مثل بالتوس، مثل میکلانج، مثل ژورژ براک، اون فهمی که در کار براک وجود داره، اون درک عمیق و ظریفی که در کارهای کله وجود داره، اون پارادوکس ها و تناقض هایی که در کارهای فرانسیس بیکن به هارمونی تبدیل میشه، و اون ترکیب بندی شگفت انگیز کارهای گرونوالد، اون بدن هایی که پر از انرژیه و اون حرکت های خیلی توانا و خیلی پر از فرم های
پرکنتراستی که در کاراش وجود داره که اون رو باعث میشه ما به عنوان یک نقاشی که در رنسانس آلمان شرکت داشت سهیم بود نام ببریم. و خصوص محراب ایزنهایم که حتی صلیب از درد مسیح زجه میزنه و شروع میکنه صحبت کردن که صلیب هم کج میشه، خم میشه به طرف پایین و این خودش یک زبانیه که در کمپوزیسیون، زبانی که در فرم وجود آورد. خواستم این چیزا رو فقط بگم به خاطر اینکه بالاخره دیدن کار فقط مهم نیست، خودم خواستم صحبتی کرده باشم. امیدوارم که تونسته باشم تا اونجایی که امکانش بوده درباره کارم صحبت کنم یا اصلا کلا این نوع نگاهی رو که دارم شما هم با خودم شریک کرده باشم. خیلی ممنون. من به این نتیجه رسیدم که یک اثر هنری، یک هنرمند وقتی یک حدی رو طی میکنه به حد خیلی بالایی میرسه، همه هنرمندان در هر کجای تاریخ، در هر گوشه کنار تاریخ، در هر اقلیمی جغرافیایی فرق نمیکنه، در اون بالا، در حد خیلی بالایی به یک زبان مشترک میرسن. من وقتی این بیت مولانا رو شنیدم که میگه بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو، که داره اون تنه درختی که پیغمبر روی اون مینشست صحبت میکرد، اون چوبی که ترک چوبی که روی اون صحبت میکرد، تکی رو میزد صحبت میکرد، که مولانا داره خطاب میکنه حتی اون چوب این رو حس کرد، این فقدان رو حس کرد و ناراحت شد، به زبان آمد. درست مثل اون اثر محراب ایزنهایم گرونوالد میمونه که صلیب کج میشه، صلیب به طرف پایین خم میشه از درد مسیح. شما ببینید چقدر فصل مشترک وجود داره بین این دو کار، بین این دو فکر. در صورت گرونوالد کجا، مولانا کجا، از لحاظ زندگی شخصی، از لحاظ بیوگرافی، از لحاظ از هر نظر با هم خیلی فرق دارن، زبانی. ولی ببینید هنر چقدر این فاصله رو کم میکنه. یک هنرمند ببینید که چون موضوعها فصل مشترک ها زیاد هستن، منتها اون جاهایی که قراره به هم برسن باید مراحلی طی بشه. این رو خیلی بهش فکر کردم که چرا ما یک کار میبینیم یاد یک کار دیگه میفتیم. یه اثر از باخ شما میشنوید یاد یک تکست از خواجه عبدالله انصاری میفتید. یه اثر از بتهوون میشنوید یاد یک کاری از یک قطعه خیلی کوچولو، یک نوشته خیلی کوچیک از شمس تبریزی میفتید. اینا چی هستن؟ چه اتفاقایی میفته که اینا نزدیک میشن؟ چرا نزدیک میشن؟ چه چیزی اینا رو نزدیک میکنه به هم دیگه؟ این چیزی که نزدیک میکنه اون ذات اثر هنری، اون محتواست که هنرمندان به اون میرسن. من به اون میرسم که زبان محتوای خودش رو داره و محتوا هم در کالبدهای مختلف ظهور پیدا میکنه و حضور پیدا میکنه. مگه ما چقدر فرم متعدد درباره مرگ داریم، درباره زندگی داریم، درباره امید داریم. فرم ها و کالبد ها خیلی وسیع نیستن. اون چیزی که وسعت میده و ما رو به این فکر وامی داره که ببینیم این هنرمند چجوری اون رو بیان میکنه، اون فرم بیانیه. ولی اگه قرار باشه من بخوام به این خیلی فکر کنم، اون زبان و اون رنگ محتوا رو دست میدم. یعنی من وقتی میبینم فاصله گرونوالد و مولانا اینقدر نزدیک به هم، بنابراین این رو میتونم، این دریافت رو میتونم داشته باشم که هنرمندان در مراحل خیلی بالها، در جاهایی که دیگه از مسئله تکنیک، مهارت، دانستنی ها عبور میکنه، به یک فهم میرسه و اون فهمی که در کار جورج براک وجود داره که وقتی شما نگاه میکنید میگین که
چه چیزی وجود داره تو کار براک که از پیکاسو اون رو جدا میکنه؟ چه چیزی در کار براک وجود داره که شما با دیدنش دوست دارین که مدت‌ها بیستی نگاه کنید و اون فهم چه تفاوتی با فهم سزان داره؟ یعنی اینها خیلی متعدد هستن، ولی اون روانشناسی هنرمندانه، اون ذخیره و پتانسیل ذهنی و فکری هنرمنده که به اون محتوا و به اون فرم یک رنگ و بوی دیگه رو میده. من نمیخوام خیلی وارد مسائل تخصصی نقاشی بشم، چون دوست دارم طوری که صحبت میکنم مخاطبم گسترده باشه. خیلی تخصصی اگه بخوام صحبت کنم اون دیگه وارد بحثی میشیم که امکان داره مخاطبم کم بشه، ولی دوست دارم همون بحث رو با کیفیت هنری داشته باشم ولی با مخاطب بیشتر. اینکه دقت رو که ما داریم روی اثر هنری، این رو میخوام بگم مهارت‌ها، فنون و چیزهایی رو که با تمرین زیاد به دست میان هنر نیستن، ولی میتونن تو هنر جا داشته باشن. هنر استفاده از ایناست، یعنی من میتونم از تمام این فنون و مهارت‌ها استفاده کنم، ولی در نهایت چیزی رو که من میخوام بگم باید از فیلتر من، از کالبد من، از فکر من، از نوع نگاه من عبور کنه و به یک بینش تبدیل بشه. یعنی در کار هنری ما بینش داریم، جهان بینی وجود داره. جهان بینی اگر وجود نداشته باشه کار هنری نیست. بنابراین باید برای خیلی باید اهمیت داشته باشه که فنون و مهارت‌ها خوب هستن، کافی نیستن، ولی لازمن در کار هنری. و ما مهارت هم اینجوری نیست که من بخوام از مهارت تعریف خاصی رو بدم. هر کاری مهارت خودشو داره. یعنی کار ون گوگ شما نگاه میکنید، شاید مهارت کار میکلانژ نداشته باشه، ولی چون ون گوگ با وجود خودش، با روان خودش، با دریافت‌های حسی، ذهنی، فکری و روحی خودش طبیعت رو تجربه کرده، واقعیت تجربه کرده، رنگ و بوی خودشو داره و بیان اینها مهارت میخواد. این بود که خواستم این مطلب رو دوباره درباره این مطلب که کار هنری در خیلی جاهای مراحل خیلی بالا همه هنرمندان به هم میرسن، دیدار میکنن با هم دیگه. باخ، مولانا، گرونوالد، براک، پیکاسو، اون جایی که با هم دیدار میکنن، اون فصل مشترک‌ها در مراحلیه که فهم و دریافت‌های حسی و فکری هنرمند به یک عمق میرسه و از درون به جایی میرسه که با اون مسائل روحی و روانی آغشته میشه و بیرون میاد. یعنی رفلکس و انعکاس تمام این مقوله ها باعث میشه که ما هنرمند رو در دریافت‌های حسی و فکریش تجربه کنیم. خیلی ممنون.